معرفی بخش سایتبار دیتابیس آسان ترافل سیستم قسمت فروشات. در این صفحه ما می توانیم تمام معلومات و فروشات خودش را ببینیم و با فیلتر نمودن کاربر، فیلتر نمودن نماینده، جستجوی PNR و یا نمبر تکیت فروخته شده، نوع فروشات و تاریخ می توانیم معلومات مشخص را در این صفحه ببینیم. این معلومات شامل نمبر، معلومات عرضه کننده، معلومات پرواز، PNR و یا نمبر تکت، مسافر، قیمت خرید، قیمت فروش، قیمت مجموعی، مفاد، نوعیت پرداخت، نماینده شرکت سیاحتی می باشد. با کلیک نمودن بالای پرینت ما می توانیم از صفحه فروشات خودش پرینت داشته باشیم. با کلیک نمودن بالای افزودن ما می توانیم فروش جدید را ثبت نماییم. با کلیک نمودن بالای افزودن ما می توانیم فروش جدید را ثبت نماییم. در قسمت عمل ما می توانیم فروش جدید را پرینت نماییم. با کلیک نمودن بالای ویرایش ما می توانیم فروش را ویرایش و یا ادیت نماییم. در قسمت برگشتی ما می توانیم فروش را برگشت بدهیم. و در قسمت تبدیل تاریخ ما می توانیم تاریخ تکت را تبدیل نماییم. و با کلیک نمودن بالای حذف ما می توانیم این فروش را حذف نماییم.